سه زندانی بلوچ به نامهای بهزاد نارویی فرزند محمد اهل زاهدان، محمد شاهی معروف به ظریف کاکر اهل منطقه شیرآباد زاهدان و مهرالله ریگی اهل منطقه سعدی زاهدان در زندانهای زابل، زاهدان و لنگرود اعدام شدند. بنابر گزارش‌های رسیده، محمد شاهی پیش از اجرای حکم اعدام در زندان زابل سکته کرده و جان خود را از دست داده است. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، مازیار شهبخش پس از 4 ماه بلا تکلیفی و عدم اطلاع خانواده از وضعیت نگهداری او به کانون اصلاح و تربیت زندان مرکزی زاهدان منتقل شده است. مازیار شهبخش فرزند ملک در تاریخ 18 اسفند ماه 1400 به همراه 2 کودک دیگر بازداشت شد. ملک شهبخش یکی از مخالفان مسلح جمهوری اسلامی بود که در تاریخ 26 آبان ماه 1400 در درگیری با نیروهای نظامی رژیم کشته شده بود. متاسفانه این کارتخانه‌ای که امروز آوردن همه از کار افتادن، حالا معلوم نیست که کجا دستی است که این کارتخانه از کار بیفته. امروز من چند تا کارتخانه میگردونم، اینها بالاخره محدودند. دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی در روز عید قربان اقدام به قطع کارتخانه‌های مسجد مکی کردند. مولانا عبدالحمید امام جمعه زاهدان در مراسم عید قربان با انتقاد از قطع کارتخانه‌های مسجد مکی اعلام کرده است که کارتخانه‌های مسجد مکی به طور ناگهانی از کار افتادند و مردم می توانند با استفاده از کارتخانه‌های شخصی که به صورت موقتی در اختیار مسجد قرار دادند کمک‌های مالی خود را انجام دهند. مولانا عبدالحمید امام جمعه مرکز بلوچستان شهر زاهدان نسبت به تصرف زمین‌های آبا و اجدادی مردم بلوچ در زاهدان و چابهار توسط نیروهای مسلح واکنش نشان داده و انتقاد کرد. به گزارش رسانه که دولت ابراهیم رئیسی قصد دارد تجهیزات تخلیه و بارگیری بندر چابهار را از بلوچستان خارج کرده و به یکی از بنادر جنوبی ایران انتقال دهد. گفتنی است که در فروردین ماه سال 1399 4 دستگاه مکنده و 1 جرثقیل از چابهار به بندر عباس انتقال داده شدند که با واکنش منفی و مخالفت فعالان اجتماعی و اقتصادی بلوچستان از طریق ایجاد کمپین مواجه شد. یک سوختبر بلوچ به نام یاسر سارانی اهل منطقه کشاورز زاهدان با تیراندازی مستقیم نیروهای مرصاد و آتش گرفتن خودرو در محور ایرندگان به خاش کشته شد. همچنین یک شهروند دیگر بلوچ به نام یونس کریمپور در پی تیراندازی مستقیم نیروهای مبارزه با مواد مخدر شهرستان منوجان کشته شده است. 3 شهروند بلوچ به نامهای معوض شهبخش 18 ساله فرزند محمد، حامد شهبخش فرزند جمعه 23 ساله، هر دو اهل روستای شروع از توابع شهرستان زاهدان و وحید سوریزهی 29 ساله فرزند محمد و اهل استان گلستان پس از حدود 6 روز نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان زاهدان به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند. مقامات دولتی در بلوچستان و سیستان از بیش از 640 حیوان گزیدگی در شمال بلوچستان در شهرهای زاهدان و زابل خبر دادند. به گزارش حالوش، محمد کریم عزیزی نماینده بلوچستان و سیستان در شورای عالی استانها با انتقاد شدید از وضعیت جاده‌های استان گفته است: جاده‌های بلوچستان و سیستان به قتلگاه مردم تبدیل شده است و روزی نیست که خانواده‌ای داغدار نشود. معوقات مزدی و بیمه‌ای بیش از 1300 کارگر معدن آسمینون فاریاب منوجان پرداخت نشده است و مدیرعامل این معدن از پرداخت حقوق، بیمه و مزایای این کارگران تمرد کرده است.
چند تن از شهروندان سروان به سخنان دکتر ملک فاضلی نماینده مردم سروان در مجلس اعتراض کرده و خطاب به وی گفتند 43 سال است که همه شما دروغ میگویید و فقط وعده و وعید به مردم میدهید. همچنین گزارش شده است که یک شهروند در شهرستان خاش به صحبت‌های صاحب گل صالحی فرماندار این شهرستان در مراسم عید قربان اعتراض کرده است. به علت بارندگی‌های روز گذشته راه‌های ارتباطی بسیاری از مناطق بلوچستان قطع شده است. از منطقه بشاگرد گزارش شده است که با تخریب پل جگین راه ارتباطی حدود 48 روستا و برق چندین روستا در این مناطق قطع شده است. همچنین از فنوج گزارش شده است که محور فنوج به کوتیج و کوتیج به رمشک نیز مسدود شده است. و یک کارگر جوان بلوچ به نام وحید براهویی اهل زاهدان بر اثر فقدان ایمنی کار در محل کار خود به داخل حوض انبار آب سقوط کرده و جانش را از دست داده است.